سلام، من اومدم. بذارید اول خودم رو معرفی کنم. من یه استیکمنم. اسم من هاپکیه. یه دوست بامزه و خوشحال که قراره از این به بعد کلی با هم خوش بگذرم. خب دوست خوب من، باید بهت بگم که من از یه دنیای اسرارآمیز اومدم. دنیای استیکرها. راستش من اونجا عاشق یه دختر به اسم آلیس شدم. بعد با یه دسته گل رفتم خواستگاریش. اما پدرش اجازه نداد ما با هم ازدواج کنیم. اون به من گفت اگر میخوای با دختر من ازدواج کنی باید بری تو دنیای آدم ها و اونا رو شاد کنی. من اولش گیج شده بودم، نمیدونستم باید چیکار کنم. بعد تصمیم گرفتم برم پیش استیکمنی پیر دانا. وقتی موضوع رو بهش گفتم یکم فکر کرد و بهم گفت که من ایده خوبی برات دارم. پسرم، تو باید بری یوتیوب و هر جور که شده بتونی توجه اونا رو جلب کنی و اگه بتونی 100,000 سابسکرایب بگیری مشکلت حل میشه و پدر آلیس راضی میشه. خب حالا من به کمک شما آدم های خوب نیاز دارم. به من کمک کنید تا بتونم با آلیس ازدواج کنم. پس لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها برام بنویسین چه جور کلیپی دوست دارید تا من براتون بسازم. حالا موفقیت من فقط به شماها بستگی داره. من شما رو سرگرم میکنم و در عوض شما با حمایت از من کمک میکنید تا برگردم به دنیای اسرارآمیز خودم و به خواستم برسم. خب فکر کنم زیاد حرف زدم. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.